مصاحبه پس از بازی ژاوی آلونسو، آردا گولر نکاتی برای بهتر شدن دارد، اما با بازی کردن این موارد را بهتر خواهد کرد. ما باید به او کمک کنیم. چه اتفاقی افتاد؟ این فوتبال است. خیلی چیزها در مدت کوتاهی رخ داد، اما اکنون ما در نیمه نهایی هستیم. می توانستیم بهتر عمل کنیم، اما من خوشحالم. نیمه نهایی بدون هویخسن؟ الان ایده‌ای ندارم. به آن فکر نمی کنم. اما سعی خواهیم کرد او را جایگزین کنیم. ما یک تیم هستیم. فران گارسیا؟ او تورنمنت فوق‌العاده‌ای را پشت سر می‌گذارد. او با تمرکز و شدت بالا بازی می‌کند. من خیلی برای او خوشحالم. او یکی از ماست. او یک فرد عالی است. فده والورده، او یک بازیکن برتر است. ترنت کمی خسته بود. به همین دلیل فده را آنجا قرار دادیم. او خیلی خوب است. گونزالو؟ خیلی برایش خوشحالم. او فصل فوق‌العاده‌ای با کاستیا داشت. اکنون به بردن نیمه نهایی فکر می‌کنیم، نه فینال. قدم به قدم. سیستم ما انعطاف پذیر است. بستگی به موقعیت چوامینی دارد. فوتبال نیاز به انعطاف پذیری و سازگاری با بازی و ایده های ما دارد. امباپه احساس بهتری دارد. هنوز 100% نیست. اکنون 3 روز فرصت داریم تا قبل از نیمه نهایی بهتر شویم. ما خیلی خوشحالیم که تیبو کورتوا را در تیم خود داریم. او دروازه‌بانی هست که باعث برد شما در بازی می شود. این حال شنید. جمع اپلیکیشن concluded.